یکی از سناریوها و پیشبینی‌های عجیبی که برای قسمت آخر فصل سوم سریال خواهران و برادران مطرح شده، بازگشت دوباره قدیر و ملیسا به سریال است. قدیر و ملیسا در فصل دوم از سریال خارج شدند و بعد از خروج آنها سریال هیجان و جذابیت خود را از دست داد و نتوانست مثل فصل اول مخاطبان را راضی نگه دارد. به همین خاطر در طی هفته‌های گذشته شایعاتی در رسانه‌های ترکی و کانال‌های یوتیوبی مطرح شده که بر طبق آن قرار است سریال به حال هوای فصل اول بازگردانده شود و به همین خاطر سازندگان سریال قصد دارند کاراکترهایی را که از سریال بیرون کردند دوباره به سریال بازگردانند. اما هنوز اعلام نشده که قدیر و ملیسا چطور به سریال باز می‌گردند، آن هم وقتی که قدیر کشته شده و ملیسا هم دیوانه شده است. تا به حال سازندگان و نویسندگان سریال واکنشی به این اخبار نشان ندادند و همه اینها در حد شایعه و اخبار زرد باقی مانده است. بازیگران نقش‌های قدیر و ملیسا نیز واکنشی به این اخبار نشان ندادند و اظهار نظری در این باره نداشتند. جالب است که بدانید بازیگر نقش قدیر یعنی خالد ازگل بعد از سریال خواهران و برادران در سریالی به نام محرمانه ایفای نقش کرد که سریال به دلیل ریتینگ پایین به فینال رسید و خیلی زود قسمت آخر آن پخش شد. و بازیگر نقش ملیسا یعنی داملاسو نیز بعد از خواهران و برادران در هیچ سریالی بازی نکرده است و به این ترتیب هر دو نفر در حال حاضر در هیچ پروژه و سریالی حضور ندارند و همین باعث تقویت اخبار بازگشت این دو به سریال شده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا این ماجرای بازگشت بازیگران واقعیت دارد یا اینکه این اخبار هم دروغین است و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می شود.